شهر بازی قراره کلی بازی‌های قشنگ و هیجان انگیز با هم دیگه انجام بدیم. البته قراره که بیشترش ورزشی طور باشه، ولی خب این مثلا در میریم چند تا بازی هم میکنیم. خب بچه‌ها، اولین چیزی که قراره باش بازی کنم این دوچرخه است. من روی این دوچرخه باید رکاب بزنم و اونجا ماشینم حرکت میکنه. 8 دور باید رکاب بزنم. حالا یه سری رکوردها داره و باید ببینم به اون رکورد میرسم یا نه. بزن. چرا ماشینم نمیره؟ راه نمیره. الان پرواز میکنه. برنده بازیکن قرمز 45 ثانیه فکر کنم تکرار داشت. 35 ثانیه 2 میلیون. بچه نه نمیخوام پول بدن اینا. هر چی میگن. خب بچه‌ها، بازی دوم تیراندازی رو انتخاب کردم، ولی از اونجایی که گفتن تیراندازی باید بالا 18 سال باشی و کارت شناسایی داشته باشی، من چون تو سفرم کارت شناسایی ندارم و حتی میگم بالا 18 سالم واقعا نمی‌کنن. زنگ زدم از خونه واسه من عکس کارت شناسایی بفرستن که من بتونم برم ویدیو بگیرم واسهتون دیگه ببینیم من چی کار میکنم. صدا قطعا بده. صدا رو نگه چه می‌کنه کامل تا اول میشه. خب بچه‌ها، من خیلی شعله هستم، خیلی واقعا تیراندازیم افتضاحه. من نمیدونم واقعا با چه اعتماد به نفسی دارم این کار میکنم. لرزش دست اصلا نمیدونم کجا رو زدم. وای من خرابش کردم پشما. ببخشید. آره با صاف ندیم که بازشی به خودت میدن بیرسیم. وای من دستم اصلا نمیدونم دارم چی کار میکنم. من خیلی بده. عینکشم انقدر کثیفه دستم رو نگاه کنیم. اصلا نمیدونم من چی کار میکنم. حالا خیلی بده. همش این میفته. جست بگیرم. چون من کلن یه دونه به هدف زدم، اونم یه دونه رو 6 بود. کلن چیز دیگه به هدف نزدم. واقعا با تعجب داره من نگاه میکنه. یعنی جستایی که من میگیرم دوت خوشم زندگیش اینجوری جست نمیگرفت. بعد تیرام همه چپ راست، من تیر طرف رو میزنم. چرا یه دونه زنه کنار همه این دورو میمونه. من تیر رو تا الان داشتم برعکس میذاشتم. الان فهمیدم که من یه سری وقتا حتی نمیفهمم دارم تیر رو برعکس میذارم داخل تیر برعکس میره. وای خدایا اینقدر ریدم. خیلی بدبخته. تا فقط تونستم بزنم بعدم. میخوام یه دونه بلاگ بگیرم با تفنگ‌بادی بزنم به دل طبیعت، انقدر تیر بزنم تا تیراندازی یاد بگیرم. خیلی ناراحت شدم. بزنه نینجا بود. 10 دقیقه دیرتر از من اومد. نیم تا دیرتر از من رفت. بچه هم خواستم من مشتزنی ولی گفتن دستگاهش خرابه. همه این خلف بزنم. خیلی باله. بابا کالافش اصلا چجوری تیر میزنه؟ بچه ها این
چیزشون کالا مثلا با کالا حال نمی‌کنم. من پابجی بازم. من خیلی پرپلیر بودم. اسنایپر. من واقعا میگم ببین من واقعا نمیخوام آدم بدی باشم. باشه دلتش هزار بار واقعا پرپلیر بودم، به خودم جدی میگم. مثلا تک اسکواد میزدم، سولو اسکواد میزدم که پاره کنم. با این سان یه دونه کار 98 میگرفتم، سریع اسنایپ بود توی پابجی میگرفتم، یه جور کله پا میکردم یارو رو روم میزنم با تک به تک. خوشگل منی بنده جون منی بالا بری پایین بیای تو مال منی تو خوشگل با این دسته ها فقط با دکمه پشت دسته باید شلیک کنی، بقیه دکمهاش کاربردی نداره. این زومه این نه شکلی. دوتا شلیک. خب نشونن که خودت باید بشونی. آها بالا باید بگیرم، بالا پایین. تا قشنگ بیار بالا اصلا. کدوم رو انتخاب کنم؟ آها اینه. ای وای ای وای چی شد؟ بزن دکمه فرده تصویر چنج رو بزن. وای نمیتونم راه برم، چقدر سرعت میگیره یا خدا. یه دقیقه وایسی. بمیر. ها؟ میگم من چجوری راه برم؟ خیلی سرعتم زیاد آخه. بمیر بمیر بابا، به خدا نمیمیره. بزنش! به خدا دارم میزنم. بمیر. خب چه صافت. نمیدونم. من میخوای بزنی؟ داری منو میزنی؟ برو جلوتر. خب بمیر بی. آخ من چه کارم؟ بمیر. تیر ندارم تیرمو چجوری میتونم عوض کنم من؟ نمی‌خنگه. بمیر. نیستنم این سرگیجه گرفتم. وای 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 وای. حالا کبو گرفتم انقدر چرخیدم. خیلی باحال بود، خیلی خفن، خیلی حال کردم. تازه باش بازی دستم میومد، به تایم بازی تمام شد. واقعا بازیش انرژی خیلی زیادی برد، یعنی قشنگ رو تردمیل بودم، سرعت تردمیل به شدت بالا بود، واقعا نمیتونستم راه برم. خیلی خفن بود واقعا به سازنده این بازی. ما الان میخوام بریم ماشین بازی کنیم. به مهدی هم گفتم بیاد که که داخلم ماشین بازی باش، بیرونم باش. الان ما اومدیم بیرون، نگاه کنید چه قشنگه. به قرآن سکته. سرسره نگاه کن. مگه میمیری؟ سرسره تو نمیمونی.
بعدش دیگه میافتادیم خیلی باحاله. بچه‌ها امیدوارم بتونم مبینا راضی کنم که بریم سوار این شید. A few moments later. نتونستم راضیش کنم ولی احتمال نه 0%. بچه‌ها اگه اگه چشم دیگه با چشت نمیزنم با چشم خاک میکنم. اگه ویوهای این ویدیو به 10K برسه من دوباره میام سفر یه ترن هوایی رو امتحان میکنم. من امتحان نمیکنم واقعا نمیره. رگ میذارم میرم. ما مجازم از پایین 12 سال بازی کنم. شهر بازی ممنوع کرده. این شهر بازی ممنوع کرده. بالای 12 سال نمیتونه. بچه ها من خواستم ویدیوی این 2 دقیقه آویزون از بارفیکس رو بگیرم. جایزش هم 1 تومن بود. رفتم صحبت کردم و اینا پسر گفت نه نمیشه و مشکل داره و خانوما نمیتونن برن، فقط دختره زیر 12 سال میتونن برن. بچه‌ها رفتیم این ماشین بازی بیرون رو دیدیم، خیلی در و داغون بود. داریم دوباره برمیگردیم داخل شهر بازی همونجا بازی کنیم دیگه. بیا میگم چون گواهینامه من زیر 1 ساله اگه بهت برخورد کنم گواهینامه باطل میشه. نه کد ملی منو بگو. رنگ ماشین داری که آجی ماشین خریدم شاین خوشگل مازراتی. باز نمیده چرا؟ خوبی؟ شاد چشاد دیوونه بازیار بس باری دستم داد همش دارم خواب میبینم همش دارم خواب میبینم جنگ و دعوا میبینم. چیزی بده من میخوام بزنم تو سرش. به ما دستت بیه قرد نکن. قرد با دستت باشه. از کاری به ما دستت بیه. به ما دستت. یواش کنه به من یواش. من جلو بندی اکسل ماشینم داغون شد. نمونش تموم شد. خیلی حالت واقعا آدرنالین شهر بازی خیلی بالاست. اگه توی شهر بازی خوب دارین حتما به خودتون حال بدین تا چین شهر بازی. ما یه بارم شده بیاد خودتون تخلیه کنید. خیلی حالت.
خب بچه‌ها من دوست داشتم خیلی بیشتر بازی کنم، خیلی بازی‌های باحالی داره، خیلی هیجان انگیزه، واقعا دوست داشتم بیشتر بازی کنم، ولی خب ساعت 11:40 و این پارک تا 12 بیشتر باز نیست و این 1 آخر دیگه کارت‌ها رو شارژ نمی‌کنن. اگه این ویدیو رو دوست داشتین منو لایک کنین، سابسکرایب کنین، واسم کامنت بذارید، ایده‌هاتون رو بهم بگین، من تا جایی که بتونم واسهتون اجرا می‌کنم. یادتون نره اگه این ویدیو 10K بشه من میام اینجا دوباره این ترن هوایی سوار میشم. قول میدم. به چشام قسم. خب بچه‌ها مرسی که تو این ویدیو هم کنار من بودین. دوستتون دارم. بای.